بچه میخواستم یه نکته درباره پر کردن ماسوره بگم. من الان میخواستم که ماسورم رو پر کنم. خیلی شده که شما یه جای ماسوره ای داره چرخاتون که بعد ماسورتون رو بذارین اونجا و پرش کنین. خیلی دیدم که مثلا ماسوره رو اینجوری با دست پر میکنن، بعد شروع میکنن به ماسوره پر کردن. این اشتباهه. ببین این کشش نخ باعث میشه که نخ زیرتون که میندازید ماسوره اون اشتباه شل بره یا خیلی جا بندازه دوختتون. برای این کار چیکار میکنید؟ دقیقا نختون رو که میخواین باش ماسوره رو پر کنید میذارید همون جایگاه نختون، نخ کشی میکنید، بعد میپیچید دور ماسورتون و ماسورتون رو پر میکنید. اینجوری کشش نخ یه چیز ثابتیه و ماسوره بد پر نمیشه. یعنی الان یه نمونه من به شما نشون بدم. الان این نمونه رو اگه ببینین سرشو میبینین که زیاد کم پر شده، بعد مثلا پهنای پایین زیاد پر شده. این اشتباهه. ماسوره اینجوری اشتباه پر شده. این درسته. میبینید این ماسوره درست پر شده، همه جاش ثابت یک اندازه پر شده.